Hello guys, welcome to my YouTube channel. خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه در کنار من. امروز توی این ویدیو قراره که با هم دیگه حاضر شیم یه میکاپ فوق العاده خفن و خوشگل میخوام بهتون یاد بدم که هم میکاپ فانتزی میشه گفت، هم رنگی، هم خیلی تابستونه. انقدر این میکاپو خودم دوست دارم با اینکه هنوز انجامش ندادم، ولی مطمئنم که در آخر چیز خیلی خفنی از آب در میاد. موهام میخوام بهتون یاد بدم مدلشو که قراره چجوری درست کنم. در کل که امروز یه ویدیو خیلی باحال با هم دیگه داریم. تا آخر ویدیو با من همراه باشین. من صورتمو حسابی تمیز کردم. الان میخوام از یه کرم آبرسان و مرطوب کرم او مای گاد که از برند کلینیکه و فوق العاده است. این کرم من خیلی دوستش دارم. آبرسانی خیلی زیادی داره، بیشتر از اینکه چرب کنه پوستو آبرسانی میکنه و این فوق العاده است. من برای میکاپ همیشه کرم مرطوب کننده زیاد استفاده میکنم چون پوستم به شدت خشکه، برای همین خیلی میزنم. برای این میکاپی که میخوام بزنم پوست برنز فوق العاده است. تاپم که میپوشیدم یه سبز خوشگلیه که مخصوصا روی پوست برنز خیلی خودش خوشگل نشون میده. بعد از اینکه کرممو زدم یه چند دقیقه 3 دقیقه صبر میکنم تا این کرم قشنگ جذب پوستم بشه، بعد روش فاندیشن میزنم. من تقریبا میشه گفت از اول تابستون برای هیچ کدوم از میکاپام کرم پودر استفاده نکردم، چون که دیگه تابستون و هوا گرم و آرایشون خیلی میماسه، سعی میکنم خیلی کم از فاندیشن استفاده کنم. اما توی این میکاپ میخوام از کرم پودر برنز استفاده کنم. فاندیشنی که میخوام بزنم از برند فلورماره که یه رنگ برنزی داره. همیشه واسه من خیلی تیره بود، اینو برای یکی از مشتریام گرفته بودم، اما الان که یه ذره برنزه شدم احساس میکنم که این به رنگ پوستم میاد، اما خیلی کم میخوام بزنم، خیلی کم. کرم پودر رو اول میزنم روی دستم و اجازه میدم یه ذره با گرمای دستم داغ بشه کرم پودرم، بعد اینجوری خیلی بهتر روی پوست میخوابه. یه ذره با بیوتی بلندر اینجوری برمیدارم و میزنم. چون زیر چشم میخوام کانسیلر بزنم سعی میکنم فاندیشن رو تا زیر چشم نبرم. پوست زیر چشم خیلی حساسه، به خاطر همین هرچی کمتر از فاندیشن و کرم برای زیر چشم استفاده کنین میکاپتون خیلی تمیزتر میشه. اگه زدین کرم پودر و دیدین کم اومد به مثلا یه سری نقاط صورتتون، نیازی نیست دوباره کرم پودر بردارین بزنین. انقدر بلند کنین تا کاملا یک دست بشه با صورتتون. بعد از کانتورینگ و کانسیلر در نهایت میفهمین که چقدر این کم زدن فاندیشنتون روی میکاپتون تاثیر خیلی زیادی داره. از کانتور استیکی مک برای کانتورم میخوام استفاده کنم که کانتور چرب شماره NC50 و این خیلی خوشگله. عاشق رنگشم. همونطور که توی ویدیوهای قبلی بارها گفتم، بازم میگم برای کسایی که ویدیو قبلی رو نگاه نکردن، صورت استاندارد صورتیه که به شکل بیضی باشه. اگه شما به صورتتون به هر فرمی که هست، مثلا کشیده است، دایره شکل، هر فرمی که هست، شما باید اونو به شکل استاندارد یعنی بیضی در بیارین. من یه مقدار فرم صورتم کشیده است اما رو به بیضیه، بازم باید یه ذره جمع‌تر بشه. برای همین صورتای کشیده کانتورشون از پایین خط گونه کشیده میشه، اما صورتایی که گرده و میخواین یه ذره کشیده تر بشه بعد کانتورتون رو از بالاتر یعنی روی استخون گونه کشیده بشه. این کار باعث میشه که صورتشون رو کشیده کنه. من الان یه مقدار پایین استخون گونم میزنم، نه خیلی پایین میکشم که اینجوری گونه هامو گنده کنه، نه خیلی بالا که صورتمو کشیده تر کنه، دقیقاً وسط، زیر استخون گونه و بالای خط گونه. پیشونیم هم خیلی کم میزنم، زیر بینی. و اما کانسیلری که میخوام بزنم از برند رولوشنه. فکر میکنم توی 2 تا ویدیوی قبلی از این استفاده کردم. خیلی کانسیلر خوبیه، هم خیلی کاور بالایی داره و هم خیلی سبکه، یعنی برای استفاده روزانه کاملا مناسبه. یه ذره گوشه چشمم میزنم، اینجاها و اینجاها، وسط پیشونی، یه ذره روی بینی و روی چونه. با یه بیوتی بلندر اول کانسیلرها رو بلند میکنم. پشت چشمم هم میزنم چون میخوام سایه بد بزنم. من دستم خیلی تنده توی میکاپ، همیشه سریع آماده میکنم، یعنی بیشترین تایمی که میکاپ هم طول کشیده واقعا بیشترین تایمش 40 دقیقه بوده. و اما میرسیم به مرحله بلند کردن کانتورای تیره. با یه براشی که
سرش اینطوری کجه خیلی کارتون راحت تر میشه. شروع کنیم به بلند کردن. دقیقا سر جای خودشون کانتورا رو بلند کنین. میرسیم به مرحله رژگونه. میخوام از رژگونه مایع استفاده کنم. از این رژگونه مایع فلورمار که صورتیه. میکاپی که میخوام بزنم رنگ صورتی داره، یعنی میخوام این سبز لباسمو با صورتی ست کنم، خیلی به هم میاد. به خاطر همین رژگونه‌م هم صورتی میزنم. دقیقاً روی استخون گونه رژگونه میزنم. رژگونه رو دیگه میتونی به دل بخوایی، هر چقدر که دوست دارین اندازش رو بزنین. من چون خیلی خیلی رژگونه دوست دارم برای همین زیاد میزنم. وای عاشق رنگشم، خیلی خوشگله. خب الان وقتشه که دیگه پودر بیک بزنم. بچه من میخوام این سری از پودر بچه استفاده کنم برای پودر بیک. چرا؟ به چند دلیل. یکی این که خیلی جدیدن ترند شده تو تیک تاک از این استفاده میکنن و من یکی 2 بار استفاده کردم خیلی راضی بودم، یعنی باورتون نمیشه. اول اینکه بیرنگه، یعنی سفید میزنید کاملا بعدش رنگ پوستتون میشه. دوم اینکه انقدر خوشبوه که اصلا صورتتون بوی خیلی خوبی میگیره، بوی بچه میگیره. من یه ذره میزنم، حالا برمیدارم میزنم زیر چشم و جایی که میخوام بیک کنم. اصلا ببینید چقدر خوشگله. بعد این میره جذب میشه، سفیدم میشه زیر چشمتون، کاملا مناسبه. خب حالا میخوام برم سراغ سایه. یک کوچولو پشت چشم و کانسیلر میزنم، خیلی کم، فقط برای اینکه قشنگ سایه بخوابه پشت چشمم. برای سایه میخوام از این پلت رولوشن استفاده کنم که رنگاش خوردنیه، انقدر خوشگلن. ببینید عاشق رنگاشونم. من میخوام از این رنگش استفاده کنم، از این صورتی. احساس میکنم که این به تاپ هم میاد رنگش. اول با یه براش بزرگ که سرش پهنه از همین سایه صورتی که گفتم ور میدارم و میزنم به پشت پلکم، دقیقا قسمت داخلی پلکم و کاملا صورتیش میکنم. حالا از این پالت رولوشن که این رنگای سبز خوشگلو داره میخوام از این قهوه‌ایش، ببخشید این بره، از این قهوه‌ایش برای گوشه چشم استفاده کنم. اولا که ببینید براشم چقدر کوچیکه و سرش هم تخته. یه ذره برمیدارم و گوشه چشممو به حالت خط چش در نظر میگیرم، میکشم رو به بیرون. بعد این قسمت گودی چشمم دقیقا زیر این استخوان پلکمو قهوه‌ای میکنم و اینا رو به هم وصل میکنم، یه حالت دال مانند میشه. خیلی کم بزنین، بعدا هر چقدر خواستین تیره ترش کنین. اول از کم باید شروع کنین که میکاپتون تمیز بشه و خراب نشه. بعد میبریم به سمت داخل. بعد با یه برش بزرگتر دورش رو فید میکنی. چقدر خوشگل شد. بچه سایه چشم تموم شد. من رفتم ریملم زدم، یه ریمل حسابی پر زدم. حالا میخوام زیر چشم و یه ذره از سایه صورتی بزنم. صورتی هم که میخوام بزنم این رنگه. حالا با یه مداد سیاه لثه زیر چشمم و این بالا رو مشکی میکنم کاملا. من برم جلو آینه بکنم بیام. بچه ها من یه خط چش نازکم میکشم. وای گند زدم. اشکال نداره اصلا مارال، آروم باش. الان درستش میکنی. درستش کردی. خب میرسیم به مرحله ریمل ابرو. میخوام از این ریمل ابروی فلورمار استفاده کنم. خیلی باحاله بچه ها. سرش رو ببینین، سرش این شکلیه، خودش اینجوری مثل برس ابروه، اینجوری میاد و شما میتونی یه دیگه طول سگ. به خدا میکشمت، به خدا. در آخر، مرحله آخر توی چشم و مداد صورتی میکشم.
میرسیم به مرحله هایلایتر. از این هایلایتر رنگین کمونی روبولوشن میخوام بزنم. رنگین کمونی که نه، اینجوریه، خیلی خوشگله رنگاش. میزنم زیر خط چشمم و بعد میارمش روی گونه. گوشه داخلی چشمم هم میزنم، یه کوچولو روی بینی و روی برجستگی لب. برای موهام اول موها فرق وسط جدا میکنم، بعد یه حالت مثلثی اینطوری جدا میکنم. این یه تیکه موهامو جدا میکنم و مجبورم هی برم جلو آینه بیام چون میخوام جدا کنم. خب این از این. یه تیکه از جلو اینجوری جدا میکنی و اینا رو باید این بالا اینطوری ببندی. این برم به همین شکل. خب بعد از اینکه اینا رو بستم، این دو شاخه اینجا رو میبافم. خب اینم از این دوتا شاخه. حالا این دوتا هم میبافم، این دوتایی که اینجا بستم و این دوتا هم بافتم. اون تا این اینستا نمیدونم چی کارش کنم، بعد یه ذره شل باشه. حالا تا اینو اوکی کنم پشت رو باز میکنم و این شکلی میشه. حالا باید پشت موهامو یه ذره کرلی کنم. اینم از موهام. چطور شد؟ ببینم از این میکاپ خوشگل. امیدوارم که از دیدن این ویدیو کلی لذت برده باشیم. من که خودم عاشق این میکاپ شدم. موهامم خیلی خوش آمد ازشون. خیلی استرس داشتم که خوب در نیاد. اولش که داشتم میبافتم مثلا یه حالت زشتی بود، بعد که پشت موهام درست کردم خیلی خوشگل شد. واقعا عاشقش شدم. نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. راستی لباسم نشونتون بدم. اینم از لباسم، دستکشاشه با تاپ ست خیلی خوشگله. نمیدونم یه ذره با روژم مشکل دارم ولی اوکیه چون این رنگی تا حالا نزده بودم، ولی خودم خیلی دوستش دارم. همین دیگه، کلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا خدافظ.